العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمت. سروران گرامی، حضار ارزشمند، مردم دین مؤمن و دوست داشتنی شهرستان خاش، خدای عزوجل را شاکریم و سپاس میگوییم بر این توفیقی که امروز در حضور در جمع گرم و ایمانی شما مؤمنان، شما مردم این خطه و این دیار، در این مسجد با شکوه و در این مسجدی که تقریبا تمام استان حاضر هست، آرزو داریم که در حیات ما تکمیل بشه انشاءالله و ببینیم و شکوه و از دین مسجد و تکمیل این مسجد ببینیم. خدمت شما رسیدیم در این مسجد. الله عزوجل این ملاقات و این گفتگوی من و شما را در جهت خودش بگرداند و از همه من و شما راضی و خوشنود بگردد. شما همیشه پای درس ها و صحبت های قرآنی و ایمانی حضرت مولانا محمد عثمان حفظه الله و سلمه الله، شیخ قرآن و شیخ تفسیر، حضور داشتید و از صحبت هایشون استفاده کردید. ما دوست داشتیم که ما هم در پای صحبت هایشون باشیم، ولی ایشون دستور دادند و من دقایقی مصدق اوقات میشم. دعا بفرمایید که اون چی که حق مطلب هست، اون چی که خیر دنیا و آخرت ماست، اون چی که به نفع ماست، به نفع دنیا و آخرت ماست، الله عزوجل به زبان بیاورد و به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. عزیزان، مشکلاتی که امروز در دنیا هست، این مشکلات را همه با چشم میبینیم، لمس میکنیم، احساس میکنیم، بعضا میشنویم، دور و نزدیک اطراف ما همه جا امروز فساد، فتنه، مصیبت همه دنیا را در بر گرفته. تقریبا همه اتفاق نظر داریم، تو این شک نداریم که روز بروز فتنه ها، مفاسد، مشکلات بیشتر میشه، نه تنها در بلاد اسلامی، در کشورهای مسلمان، در کشورهای غیر مسلمان بیشتر. شاید از نظر جغرافیایی ما فاصله داریم، نمیشنویم و بعضا تو اخبارات میخونیم اونجا وضعیت خیلی بدتر هست. اونجا گاهی انسان فقط آمار خودکشی ها را میخواند، تعجب میکند اینها که به ظاهر تو بهشت دنیا هستند، اینها تمام امکانات و تمام رفاهیت برایشون فراهم است، اینها هیچ مشکل ندارند، اینها چرا؟ ولی همه جا عزیزان مشکلات هست، تمام جا بدبختی ها هست، تمام جا گرفتاری ها هست. علت این مشکلات چیه؟ دنیا روز بروز داره برنامه ریزی میکنه، از نظر مادیات، از نظر امکانات، از نظر تکنولوژی، از نظر پیشرفت، روز بروز دنیا داره به پیش میره، اما مشکلاتش داره بیشتر میشه. هرچی که پیشگیری میکنه، هرچی جلوگیری میکنه، هر اندازه که نیروهای امنیتی بیشتر میشه، فساد و دزدی و راهزنی و قتل و خونریزی و تمام بدبختی ها باز بیشتر میشه. هرچی که دوربین ها بیشتر میشه، مردم را بیشتر تحت حفاظت میگیرن، بازم میبینیم مفاسد بیشتر میشه. هرچی بیمارستان ها بیشتر میشه، دکترهای متخصص و فوق تخصص بیشتر میشه،
میبینیم که بیماری ها، انواع بیماری ها، انواع بدبختی ها، چنان بیماری هایی که تمام دنیا رو به زانو میندازه مثل کرونا بیشتر میشه. معلوم میشه که حل مشکلات ما در پیشرفت تکنولوژی نیست، گرچه اونم نیازی ماست، اون را نباید انکار کرد. ضرورت ما، ضرورت زندگی ما در این که امکانات رفاهی ما خوب بشه تنها تو این نیست. مردم ما را نگاه بکنید، گرچه مردم زبان شکوه و زبان گلایهشون خیلی بلند و طولانی هست، ولی الحمدلله همه امکانات هست. امروز غذاهایی که تو سفره‌های ما هست، امروز ماشین‌هایی که ما سوار میشیم، امروز ساختمان‌هایی که ما داریم آبا و اجداد ما تو خوابشون هم ندیدند. همه چیز هست، اما اینقدر که ما پریشانیم، بخش بزرگی از جامعه با قرص خواب میخوابد. دکترهای روانپزشکی برید ببینید که صفحات چنان طولانی است که نوبت گیر نمیاد. تو شهرهای دیگه مثل مشهد و یزد و همه جا بری اصلا احساس میکنی که این شهر مال ماست، از بس که مریضهای ما زیاد هستند. دلیلش چی عزیزان؟ معلوم میشه که مشکلات ما با وسایل مادی قابل حل نیست. آخر ریشه مشکل کجاست؟ درد کجاست؟ محل مشکل را عزیزان باید پیدا کرد. ما محل مشکل انسانیت را باید از ذاتی بپرسیم که انسان را پیدا کرده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون ذاتی که پیدا کرده، اون ذاتی که آفریده، اون ذاتی که درستش کرده، او نمیداند؟ او میداند. انسان بیچاره سرگردانه. و هو اللطیف الخبیر. لطائف و باریکی ها را او میداند، او خبر دارد، او ظرافت ها را اطلاع دارد، کسی دیگه نیست. لذا باید درد را و درمان را از اون ذاتی پرسید که این انسان را درست کرده، در قرآن بیانش کرده. عزیزان، تمام مشکلات در واقع برمیگرده به خود انسان. فساد دنیا به فساد انسان بستگی داره، صلاح دنیا، اصلاح دنیا به اصلاح خود انسان بستگی داره. انسان وقتی که در مسیر فساد است، دنیا فساده، هیچ وقت زمان را، دور را، عصر را بد و بیراه نگوید. در حدیث هم هست اگر مشکلی وجود دارد زمانه نیست. بعضی میگن زمانه خراب شده، بعضی میگن همه چیز در این زمان بی برکت شده. نه، همه چیز به خود انسان برمیگرده، به درون انسان برمیگرده. این انسان خودش یک عالمی هست. این انسان از این دنیای وسیع که ما میبینیم، از این دنیای وسیع خیلی وسیع تر است. ببینید در همین انسان، یک انسان را مقایسه بکنیم با یک حیوان. حیوان فقط مطمع نظرش همین علفی هست که جلوش گذاشته، همین کایی هست، دیگه اون طرف را نمی بیند. اما این انسان چه آرزوهایی دارد، چه تمناهایی دارد، چه آمالی دارد، چه خواهشاتی دارد. چقدر دور را این انسان میخواهد که تمام دنیا را تصرف بکند. تمام دنیا اگر مالش باشه، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر دو تا وادی از طلا داشته باشد و جواهرات، سومی را هم میخواد. این انسان واقعا درونش خیلی وسیع است. این انسان امروز بر و بحر را، دریا و خشکی را، آسمان و زمین را، همه جا را تصرف کرده، داره به کره ماه میره، کره مریخ سفر میکنه. اما این انسان هنوز طلبش جلوتر از به پیش میره. معلوم میشه که در این انسان الله عزوجل ظرفیت های عجیبی گذاشته. اما درون انسان حکومت های مختلفی میتونه باشه عزیزان. گاهی بر انسان معده حکومت میکنه،
بر انسان خواهشات حکومت میکنه، خواهشات حکومت میکنه که انسان، یا معده حکومت میکنه که انسان به خاطر یک چیزهای پوچ آماده میشه که چه فتنهایی، چه فسادهایی، چه خونهای پاکی بریزه. دلیلش چیه که یک انسان یک طفل 6 ساله را میبره ذبح میکنه، قربانیش میکنه تا انسان به کجا برسه، به چه برسه؟ دلیلش چیه که این انسان شکم یتیم را پاره میکنه و از شکم او میگیرد و برای بچهای خودش میخواد. آخر این انسان، برای این انسان واقعا خواهشات وقتی که حکومت بکند، معده حکومت بکند، آرزوهای باطل حکومت بکند، تعصبات جاهلیت وقتی که حاکم این انسان بشه، اون وقت این انسان هر فسادی را مرتکب میشه، هر بدبختی را انجام میده. عزیزان، فساد دنیا، بدبختی دنیا در جای دیگه نگردیم، در روح خودمون را پیدا بکنیم. ظهر الفساد فی البر والبحر، الله میفرماید خشکی و دریا را فساد گرفته و غالب شده و همه جا را فساد فرا گرفته، بما کسبت ایدی الناس، به سبب عملکرد انسان هاست. همه مشکلات در درون ما هست. لذا انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات آمدند، اونها را، انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات را الله عزوجل معلم انبیاء الله تعالی هست. انبیاء همه، هیچ یک از انبیاء در هیچ مکتبی، در هیچ دانشگاهی، در هیچ معهدی درس نخواندند. معلم همه انبیاء الله عزوجل است. و علم آدم الاسماء، به آدم الله عزوجل تعلیم و آموزش داد، اسماء و معلوماتی که لازم بود بدوند. و علمناه صنعة لبوس لکم، به داود علیه السلام الله میفرماید ما تعلیم دادیم، ما آموزش. العلیم الحکیم. اینجا بود که انبیا آمدند روی هم برای این انسان واقعا خواهشات وقتی که الله عزوجل تعلیم و آموزش داد، اسماء و معلوماتی که لازم بود بدوند. و علمناه صنعة لبوس لکم، به داود علیه السلام الله میفرماید ما تعلیم دادیم، ما آموزش دادیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. هر جا تعلیم دهنده انبیاء الله عزوجل هست. لذا به انبیاء الله تعالی فرمود که باید کجا اصلاح بشه، کجا درست بشه، تا که انسان اصلاح بشه. انسان که اصلاح بشه دنیا اصلاح میشه، تمام عالم اصلاح میشه. اینجا بود که انبیا آمدند روی همون مرکز صلاح و فساد دست گذاشتند و اون مرکز یک تکه گوشی هست در درون انسان به نام قلب، به نام دل. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. تکه گوشتی هست که اگر این در مسیر اصلاح باشه، مسیر درستی باشه، تمام بدن کارش درسته. اگر این در مسیر غلطی باشه، تمام بدن متأثر از او هست. ما میبینیم گاهی در یک قلبی، مثلا عرض میکنم در یک قلبی شجاعت است، مثلا این صفت شجاعت است، انسان پروا ندارد، انسان است هیچ که نمیترسد، خودش را به کشتن میده ولی به پیش میره. در یک قلبی جبنه هست، بزدلی هست، میبینیم که دست و پا میلرزد، انسان حرکت نمی کند، انسان از جای خودش تکان نمیخورد. در یک قلبی سخا هست، سخاوت است، انسان دستش بازه، به هر که میده سفرهش همیشه پهنه، فقیر بالاخره ناامید از خانهش خارج نمیشه. در یک قلبی دیگری بخل است و حرص دنیا هست، این انسان دستش اصلا باز نمیشه، ریالی کسی ازش نمیبینه، قطره آبی کسی ازش نمیبینه. عرض کنم که
این قلب اگر درست بشه، در یک قلبی مریضی شرک است، این انسان در جلوی هر نماد شرکی خم میشه، جلوی هر قبر، هر سنگ، هر بت، هر انسانی که اون را مقدس میداند، جلوی آتش، جلوی خورشید، جلوی ماه، جلوی فلان فلان، جلوی گاو، چون که در این قلب این مریضی وجود داره، مریضی شرک. اما در یک قلبی وقتی که نور ایمان است، نور توحید هست، ببین همه چیز بستگی به همین قلب داره. این انسان دیگه جلوی هیچ که خم نمیشه به جز الله، این انسان از هیچ که نمیترسه به جز الله، برای هیچ کسی پروا نداره از خوشی و ناخوشیش به جز رضایت الله. لذا عزیزان، محل فعالیت انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات همین قلبه. قلب را وقتی که کار کردند، روی قلب وقتی که فعالیت کردند و قلب وقتی که اصلاح شد، سبحان الله، دنیا اصلاح شد، اعمال اصلاح شد. درود شریفی بخوانید. من مثالی عرض می کنم، کسانی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر اونها، بر قلب اونها کار کرد، فعالیت کرد، قبل از اسلام از هر جهت، اول از نظر ایمان، از نظر اعتقاد، از نظر باور نگاه بکنیم، جلوی هر چوب خم می شدند، جلوی هر جلوی هر نماد شرکی خم می شدند. بتها اینقدر زیاد بود که از جمعیت انسان ها هم بیشتر. بت حذر، خدای حذر یکی بود، خدای سفر یکی بود، خدای سلامتی یکی بود، خدای مریضی یکی بود. حتی گاهی به سفر می رفتند، در بعضی کتاب ها نوشته، تفسیرها نوشته که حلوایی که درست میکرد، این حلوا را به شکل خدا درست میکردن، به شکل این بت درست میکردند. البته این بت ها خودشون مقصود نبودند. جناب استاد حتما این درس را همیشه تاکید فرموده، این بت ها مد نظر نبودند، مد نظر اون انسان هایی بودند که این بت ها را به شکل اونها درست میکردند و اونها مقصود بودند. چه بعضی وقتا اولیایی را در نظر می گرفتن، بعضی وقتا انبیایی را، بعضی فرشته ها، جنات، اون چی که به زعم اونها مقدس بودند. لذا گاهی همین حلوا را به شکل همون معبودی که در دل اونها تقدسی داشت به شکل اون درست می کردند. و وقتی که به سفر می رفتند، چقدر ببین این عقل، خودشون حتی همین قدر فکر نمی کردند، گرسنهشون میشد همون میخوردن، گویا خدای خودشون را میخوردند. این انسان وقتی که قلبش مریض باشه، تو قلب این شرک باشه، این انسان چقدر واقعا از عقل هم پیاده میشه. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، وقتی که الله عز وجل دستور داد یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، به جای عظمت غیر الله عظمت رب را در دلها بنشان و بگذار. وقتی که الله عز وجل به وسیله رسول الله دستور دادن که قلب اصلاح بشه، محل و مرکز اصلی اصلاح بشه، بعد از اون سبحان الله رسول الله وقتی که تعلیم داد که اذا استعنت فاستعن بالله، اون وقت اگر شلاق از دستشون می افتاد، اون طره می افتاد، خودشون از کسی دیگه نمی گرفتن، می گفتن خودشون از اسب پیاده می شدن و بر می داشتن. تا این حد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به حجر الاسود خطاب میکنه که من میدونم تو سنگ بیش نیستی، نافع و زار نیستی، اما چون حبیب من تو را بوسیده، منم میبوسم و زیارت میکنم. لذا در دل فقط الله و عظمت الله و توحید الله آمده. لذا عزیزان عرض میکردم که هر چی که در قلب باشد، دست و پا، اعضا و جوارح بر اساس اون حرکت میکنند.
پس محل فعالیت انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات قلوب بود. این روز انسانهایی که به گمان خودشون میخوان اصلاح بکنند، گروه ها، احزاب، مؤسسات، سازمان ها، تمام مجموعه هایی که در دنیا تشکیل شده فکر میکنه مشکل ما با پول حل میشه، مشکل ما با رفاه حل میشه، مشکل ما با نمیدونم مادیات، اینا همه ضرورت های ما هستند، نیازهای ما هستند، اما اصل مشکل در جای دیگه هست. لذا اگر انسان اصلاح شد، همون انسان ها، من از نظر ایمان و اعتقاد عرض کردم، از نظر اعمال و اخلاق میخوام مثالی عرض بکنم. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین قبل از اسلام چی بودند؟ چه شرایطی داشتند؟ در چه جاهلیتی به سر می بردند؟ طفل معصوم را، دخترک خردسال را، دخترک ناز خودش را که اون بابا می کرد و به قول بعضی در بعضی از داستانهای عاطفی نوشته که پدر وقتی که قبر را حفر می کرد گرد و خاک را از جبین و سر و ریش پدر پاک می کرد و چه محبتی نسبت به پدر داره. اما این قلب وقتی که توش قساوت باشه، توش جاهلیت باشه، توش عصبیت باشه، توش اون غیرت غیر اسلامی باشه که قرآن تعبیرش میکنه به حمیت الجاهلیه، تعصب جاهلیت وقتی که باشه، این نونهال خودش را، این دخترک زیبای خودش را زنده به گور میکنه. اصلا خبری از انسانیت نیست، اصلا خبری از ترحم نیست، از رأفت نیست، از عاطفه نیست. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم قلب را میسازد، قلب را اصلاح میکند، همین انسان ها چقدر ایثارگر میشوند، همین انسان ها چقدر دوست داشتنی میشوند و با هم دیگه محبت میکنند که قرآن میگه رحماء بینهم، چنان رحماء بینهم که یک جرعه آب را و نیم لیوان آب را در آخرین لحظات مرگ ترجیح میدن که اون برادر دیگه بخورد. او از من بهتر است، او میگه او یکی از من بهتر است. همه جام شهادت می نوشند، به اون جرعه آب نمی رسند. اینقدر ایثار، اینقدر ترحم، اینقدر محبت. این همون انسان بود که تا دیروز اون قساوت را داشت. ببین قلب دیگه اصلاح شده، قلب دیگه درست شده. این انسان هایی که به خاطر 4 تا گوسفند، به خاطر مسائل پوچ مادی همدیگر را می دریدند، اما بعد از اینکه قلب اصلاح شد چنان ایثار هست که یک کله پاچه به خانه های مختلفی دور میزند. همه نیاز دارن، بی نیاز نبودند، ولی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه هست. قرآن چه زیبا از این انسان هایی که اصلاح شدن تعریف میکند. لذا عزیزان، قلب وقتی که درست بشه، درون وقتی که درست بشه، انسان اینگونه میشه. این انسان هایی که دوست داشتنی ترین چیز برایشون مال بود، دولت بود، ثروت بود، اما الان وقتی که قلب اصلاح شده مال ارزشی ندارد، الله برایشون مهم است. تمام مال را یک جا در راه الله میده، نصف مال را یک جا در راه الله میده، خانه خودش را جارو میده، 700 بار شتر یک جا در راه خدای عزوجل میده، 100 بار شتر یک جا در راه الله میده. برایش چیز مهم نیست، رضایت مولا، جان تقدیم میکنه. میگه این 3 تا خرما را بخورم تا بهشت برسم دیر میشه، اینا را میندازه میره شربت شهادت مینوش. این الان قلب اصلاح شده، این دیگه جلوی پایش را نمیبیند، این یک دنیای دیگر را میبیند. عزیزان، این که ما میگیم ایمان واقعا انسان را اصلاح میکنه، این ایمان است، نه ایمان موروثی من و شما. باید تجدید نظر بکنیم ما در اعمال. قلب وقتی که مریض هست، انسان به خاطر عصبیت قومی، من عذرخواهی میکنم بعضی چیزها را باید گفت که اینجا در میان خود ما، در شهرهای خود ما وجود دارد. به خاطر عصبیت قومی چطور ما خون هم دیگر را مباح میدونیم و میریزیم، چطور جلسات تشکیل میشه، چقدر تعصبات قومی ضربه زده. قلب وقتی که مریض باشد، انسان
چه اندازه بیرحم میشه که به خاطر پول، به خاطر مال، به خاطر سرمایه آبروی همدیگر را میریزن، خون همدیگر را میریزن، همدیگر را تو گونی میکنن و مثل یک کالای بی ارزش تو جعبه ماشین میندازن و به گروگان میبرن. اینا تمام مریضی های ما به قلب برمیگرده. عزیزان قلوب ما مشکل داره، ما مشکل داریم. به این خاطر انبیا نیامدند روی بقیه موارد کار بکنن. امروز اگر دنیا از نظر اقتصادی پیشرفتی داره، از نظر کشاورزی پیشرفت داره، از نظر تکنولوژی، اینها را الله عزوجل میتونست که به انبیا بگه این مسائل را تعلیم بدن. نه، هیچ یک از اینها. رسول الله فرمود انتم اعلم به امور دنیاکم، من با دنیای شما، با بقیه کارهای شما کار ندارم، شما خودتون هر طوری که میدونی برنامه ریزی بکنید. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم بقیه انبیا روی این بخش کار کردند، روی این مهم کار کردند. لذا ما باید وقتی که در وجود ما عصبیت هست، در وجود ما شوق گناه هست، خواهشات موج میزند، اون از کنم قوت غضبانی موج میزند، گاهی عصبانی میشیم و به خاطر تعصب قومی هر کاری میکنیم، بدونیم که ما خیلی مشکل داریم، خیلی مریض هستیم، باید به فکر چاره بود. وقتی که علاج نشود انسان، وقتی که جوانان ما علاج نشون به خاطر یک حرف راحت خونی هم دیگر را میریزند. این همون درنده های درونی هست. به تعبیر علامه ندوی رحمت الله علیه میفرماید که در درونی، وقتی که عرض کردم انسان درونش یک عالم بزرگی هست، فرمود که در همونطور که در دنیا تو جنگل ها همه نوع درندگان است، در این جنگل انسانیت هم همه نوع درنده ها هست. مار هست، گژدم هست، شیر هست، پلنگ هست، گرگ هست. اینها را که بعضی ها از ماها اقدامی نمی کنیم به خاطر همون حصار، مثل حصار ذوالقرنین مولانا مثال میده. حصار ذوالقرنین که یاجوج و ماجوج را چطور حصار کرد؟ انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات با تعلیمات خودشون، با درس ایمانی که به انسانیت دادن، با درس اخلاق و خدا ترسی و معاد و قیامتی که در درون انسان ها گذاشتن، لذا اون حصار در واقع ما را چکار کرده؟ اجازه نمیده که ما اون بالاخره درندگی را داشته باشیم. اما گاهی اون حصار شکسته، بعضی‌ها چون ضعف ایمان دارند، اون دیوار و اون سد سوراخ شده، لذا بعضی ها اقدام میکنه، هر نوع درندگی انجام میدن. ببین ضربه‌ای که انسان ها به انسان ها زدن، آیه تعالی درندگان زدن. تعالی شما شنیدید، در کتابی خواندید در تاریخ که در دوری از ادوار درندگان جنگل بیان یه تنظیمی تشکیل بدن و بر علیه انسانیت حمله بکنند؟ نه، بغیر از اینکه این درنده های درونی به هم دیگر حمله کردن. در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم چقدر انسان تلف شد؟ این همین درون انسان ها وقتی که خراب هست، وقتی که از اون ایمان و از اون اعتقاد و از اون باور و اصلاحی که مصلحان از سوی الله، از سوی رب العالمین اصلاح کردن، وقتی که از اون عاری باشد، از اون خالی باشد، انسان درنده میشه. این انسان هایی که بم میریزند، این انسان هایی که بیرحمی میکنند، راحت انسان ها را میکشند، خون انسان ها برایشون ارزشی ندارد، انسان ها را پودر میکنند، این انسان ها در درونشون خبری از اصلاح نیست، خبری از ایمان نیست، خبری از ترس خدا نیست، خبری از محاسبه قیامت نیست. اما مؤمن نباید اینطور باشه، یک مسلمان نباید این گونه باشه. لذا عزیزان ما بیایم به فکر اصلاح خودمون باشیم و اصلاح نسل‌های آینده باشیم. وقت داره تمام میشه، من یک نکته را میخوام فقط عرض بکنم و تمام. تنها راه اصلاح، عرض کردم، تنها راه اصلاح، راه تزکیه، راه درست شدن، همون راهی است که خالق ما، مالک ما، اون ذاتی که ما را آفریده، اون پیشنهاد فرموده، اون پیش بینی فرموده، اون برای ما تدارک دیده که اون
این هست که دین را، ایمان را، قرآن و سنت را، تعلیمات الهی را در رگ و ریشه خودمون و بالخصوص بچه های خودمون. این روزها تابستان هست و تعطیلات تابستان، فرزندان ما از مدارس دولتی فارغ شده، مدارس اصلی. حق این بود که در یک نظام اسلامی و در یک حکومت اسلامی طوری برنامه ریزی میشد در اون آموزش و برنامه های پرورشی که نیازی نمیشد یه برنامه ریزی دیگری بکنیم. ولی متاسفانه اونجا درس های دیگه پررنگ است، دینیات و معارف دینی و معارف اسلامی و دروس قرآنی بسیار ضعیف هستند. معلمان خودشون چیزی بلد نیستند. لذا علما این مسئولیت را دارند، شما والدین، شما اولیاء این مسئولیت را دارید. اینا نسل‌های آینده همینها هستند. در آینده اگر قرار سرداری باشد، ریش سفیدی باشد، معتمدی، تاجری، بازاری، عالمی، مهندسی، دکتری، همین بچه ها هستن که الان تو مدارس میخوانند. لذا الان به فکر تربیت قلب اینها باشیم، از الان به فکر تربیت دینی اینها باشیم، از الان آموزه های قرآن و سنت را در رگ و ریشه های اینها باید محک بکنیم، جای بدیم. چرا بسیاری از جوانان ما الان دین گریزی دارند؟ چرا در این فضاهای مجازی خیلی ها توی همین کشور خودمون دارن به مقدسات بد و بیراه میگویند، دارن به تمام از کنم شعائر دینی توهین میکنند، به خاطر اینکه اون زمانی که باید محبت ایمان را، بذر ایمان را و تعلیمات قرآن و سنت را در وجود اینها فرق نمیکنه، چه جوانان شیعه چه جوانان سنی. اون زمانی که باید میکاشتیم، باید کار میکردیم، کار نشده، نسبت به دین بیگانه هستند. دین را برای اون اهداف و امیال شهوانی خودشون یک مانعی، یک صدی، یک مزاحمی میدونن. لذا هی میتازن به دین، هی حمله میکنند به مسجد، به ملا، به مقدسات، به قرآن. اینها در واقع دلیلش هم همینه که ما اون زمانی که باید روی اینها که بچه بودن کار میکردیم، کار نکردیم. لذا عزیزان، علماء بزرگوار، معتمدین، متنفذین، اگر میخواهیم که نسل آینده ما یک نسل صالح و مصلحی باشد، یک نسل دینداری باشد، در هر قشری باشد، باشه دکتر باشد، مهندس باشد، اما عرض کنم که احساس دینی داشته باشد، وجدان داشته باشد. خیلی ها هستن از همین اقشار که بنده نام بردم بالاخره جلاد و کلاش هستن، به خاطر متاع دنیا چه بلاهایی که سر مردم در میارند، چقدر بر مردم بی بضاعت ترحم ندارند. اینا همه به دلیل اینه که در وجود اینها چیز به نام معرفت وجود ندارد، به نام وجدان نیست، به نام ایمان و اخلاق نیست. لذا بیاییم ما نسل آینده خودمون را ما تربیت بکنیم تا اگر ما رفتیم و در قبرستان خفتیم راحت بخوابیم، پشت سر ما برای ما صدقات جاریه وجود داشته باشد. لذا این جوانهای ما که به نامها و به تعبیرهای مختلفی تو هر شهر، تو شهر ما بیشتر ماماوک و نمیدونم فلان و فلان هستند، این جوانها فرزندان ما هستند، دلبندان ما هستند. اینها چرا برای اینها خون ریختن راحت شده؟ برای اینها چرا دود به عنوان تفریح است؟ برای اینها چرا بعضی از مفاسد به عنوان تفریحات هستند؟ این جوانان ما در فضای مجازی چرا افتخارشون به جای اینکه قرآن مجید در دستشون باشه بطری شراب به دست میگیرد و عکس میگیرد؟ جوان ما چرا افتخارش اون تفنگ و اسلحه هست که با اون عکس میگیرد تو پوستش نمی گنجد؟ چرا؟ این جوان فکرش خرابه. این جوان فردا برای اون تفنگ الان قدرتی ندارد، فردا که قدرتش را داشته باشد بزرگترین آرزویش هم همینه که همون را به دوش داشته باشد و اون را به کار ببرد. لذا اون وقت چه جامعه‌ای خواهیم داشت؟
لذا به فکر تعلیم باشیم، به فکر آموزش باشیم. این فرزندان سرمایه های ما هستند. ما بقیه سرمایه ها را چطور حفاظت میکنیم؟ برای اونها دوربین مخفی نصب میکنیم، برای مغازه‌هایمون دزدگیر میزنیم، چه کارهایی که میکنیم؟ نگهبان میذاریم. سرمایه هایی که در دنیا و آخرت به درد ما میخورند و میتوانند چشم ما را، قلب ما را، قبر ما را، آخرت ما را روشن بکنند، همین سرمایه هستند. چرا به فکر اینها نیستیم؟ چرا برای اینها برنامه ریزی نداریم؟ چرا پدران و مادران از این مهم غافل هستند؟ لذا عزیزان، ما صرفا برای همین یک مطلب و یک هدف خدمت شما رسیدیم که در این باب الحمدلله علما برنامه ریزی دارند. در گذشته الان کرونا بوده، مشکل کرونا، الان هیچ بهانه ای نیست. الان الله عزوجل لطف کرد و این مریضی را دور کرد. الان ما خیلی عقب موندیم، مساجد تعطیل شده، بعضیا با این کرونا تنبل شدند و نمیاند، هنوز هم حضور پیدا نمیکنند، میترسند. و حلقه های درس ما تعطیل شد، این کلاس های تابستانی تعطیل شد. الان که الله عزوجل این مصیبت را دور کرده، الان ما باید تلاشایمان مضاعف و چند برابر باشد. گذشته 2 سال و 3 سال گذشته را باید جبران بکنیم. لذا امیدواریم که انشاءالله در این رابطه تو این شهر برنامه ریزی خوبی بشه، این جوانان را بپایید، علما با اینها ارتباط داشته باشند، جوانان خودشون را با علما نزدیک بکنند، از علما برنامه بگیرند و با علما رفت و آمد داشته باشند، با مساجد. خیر دنیا و آخرت ما در این است. من مقدار زیاده گویی کردم و پرحرفی کردم، الله تعالی معاف بفرماید. دعا بفرمایید و تلاش هم بفرمایید، هم دعا و هم دوا. به میدان وقتی که انسان بیاید و تلاش بکند، الله عزوجل کامیابش میکنه. دعا بفرمایید که الله عزوجل ما را موفق بگردان. واقعا به فکر تجدید نظر باشیم، هم برای خودمون، برای اصلاح خودمون، اصلاح درون خودمون و اصلاح قلوب خودمون، اعمال اخلاق خودمون و هم اصلاح فرزندان ما. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.